بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت یوجک بارک الله فیکم. اولا در مسئله نماز ویتر، نماز ویتر واجب نیست. حکم نماز ویتر این سنتی مؤکده است. دلیل چیست؟ دلیل این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمازهای نفل و نمازهای سنت را در بالای شتر می‌خواندند. حیث توجهت، به کجای شتر نگاه کرده را رود بالاشانه نماز خونده و رفتن می‌گرفتند. فقط نمازهای نفله و سنت. اما نماز واجبه، پیامبر صلی الله علیه و سلم که نماز واجب فرض است فرامده میخونند. در اسلام مثلا فرض و واجب جدا نیست. هر نماز ما واجب گیم همین فرض است، فرض گیم همین واجب است. از همین جهت نماز ویتر این واجب یا فرض نیست، بلکه سنتی تأکید شده است که انسان در بعضی حالت ششته خوند یا در بعضی حالت در راه مثلا نماز فرضش ایستاده خسته خوند و باقی مونده ششته خوند، اینجوری نماز ویتر جایز است. اما آیا قضا خونده می شود یا نمی شود؟ البته قضا خونده می شود. دلیلش حدیثی که مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت میکنند و امام مسلم در صحیح مسلم ذکر میکنند که اذا فاته وتره، یعنی در بعضی حالت ها اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز ویتر رو نخواند، شغله نومه، به سبب اینکه خوابشون برده ماند یا که مریض شوند و از همین جهت شبانه نتوانند که خوانند، پگاهی روز خیزان نماز میخوانند. اما نماز این روایت به آمدگی است که مثل نماز شب نه، یعنی نماز اگر 4 رکعت میخوندگی باشد، یعنی نماز شبانه 3 رکعت ویتر میخوندگی باشد هر شب، پگارزی جفت میخوانید 4 رکعت. در روایت اومده است که حضرت مادر عایشه رضی الله عنها که میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر شب 11 رکعت نماز میخوند. اگر نواد نخونده ماند پگاهی روزی خیزد، بعد از نماز فجر بعد از آفتاب برآمدن تا ظهر 12 رکعت میخوانند. و این مذهب بسیاری از علما هست، جمهور علما، یا که بگیم این قسمی از علما هست که این ابن باز، ابن عثیمین و غیر این علما هم میگن که هر کسی که نماز ویتر قضا کرد به دلیل همین حدیث عایشه مادرمان رضی الله عنها که امام مسلم روایت کرده است نماز گشته می‌دارد، قضاش هست ویتر، اما به مانند هیئتی ویتری که در شب خونده می شود نیست، بلکه اگر نماز هر شب شما ویتر 3 رکعت میخوندگی باشید، 4 رکعت روزانه میخونید و 4 رکعت با 2 سلام، 2 رکعت 2 رکعت به یک سلام داده میخونید. اگر 5 رکعت میخونده باشید 6 رکعت، 1 رکعت 1 رکعت زیاد کرده جفت کرده. لیکن یک مذهب از این جمهور علما، مذهب احمد بن حنبل، یک روایتی هم دارند. یک روایت به همین خلاص، یک روایت به میگن که بلکه مثل نماز ویتر میخونید، یعنی نماز ویتر چگونه که شبانه خونید روزانه هم خیلی میخواد. امر واسع از هرشون جایز است، لیکن والله اعلم قول صحیح قوی تر، سخت‌تر و حجتش قاطع‌تر این است که نماز ویتر واجب وقتی که کسی قضا کرد روزانه خوند جفت میخوند. توقع مثل ویتر شبانه نه، جفت میخوند و 2 رکعت 2 رکعت میخوند و سلام میاد. بارک الله فیکم. این مسئله در مسئله نمازی بگویم ویتر بود. اما سوال دوم شما که در مسئله نمازی بگویم سبحان الله واجبات نماز، که واجبات نماز والله اعلم اگر خطا نکنم 8 یا 9 تا بود، همش ذکر است اگر نظر کنید. تکبیرهایی که غیر احرام باشد، تکبیرت الاحرام سرشوی، تکبیری که در نماز الله اکبر، این رکن نماز است. اما تکبیر غیر از این ذکر، یعنی سمی الله لمن حمیده ربنا ولک الحمد و دعاها و بعض اینو، این دعایی که خوندگی است واجب است. و در جمله دعای بین سجدتین، خود سجدتین نشستنش یک مقدار معین این رکن است، اما دعا در این وقت این واجب است. البته اولا بگیم که در این مسئله اختلاف است. هستن علمایی که این رو مستحب سنت میگن، یعنی در اینجا این عمل پیامبر این سنت است، عموما این سنت است، اما زیاد از علمای اهل سنت و جماعت این واجب میگن و یک قسم دیگر از علما میگن که این سنت است اما حکمش مستحب است، یعنی کنیدم نکنیدم باکی ندارد، گناهگار نمیشوید میگن، کنید افضل است میگن، این یعنی مستحب است میگن.
این سنت است، میگن حکمش مستحب است. اما قول راجحی که ما گفتیم در درس‌ها چند سال پیش و باز میگیم این است که دعا در بین سجدتین این سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم است که پیامبر هیچگاه ترک نکردند و این حکمش واجب است. علما اینا ششمین واجب، والله اعلم ششم پنجم واجبی نماز رو ذکر میکنن. یعنی چی؟ انسان باید بگوید کدوم جای این دعا سنت است بگیم واجب است، سنتش بسیار دعا بسیار است در اینجا، لیکن 7 نمود دعا در اینجا ذکر شده است، 7 کلمه. مثلا رب اغفر لی، دومش ورحمنی، سومش وعافنی واجبرنی واهدنی وارزقنی. همه این دعا گفتنش البته از سنت پیامبر است، لیکن از همین دعاها کدومش گفتن واجب است؟ علما میگن که یک کلمه دو کلمه است که رب اغفر لی، رب اغفر لی گفتنش یک بار گفتنش واجب است و دو بار گفتنش مستحب است. اگر رب اغفر لی گوید واجبیت از سرتون ساقط میشد، دوم بار رب اغفر لی گوید مستحب میشد. سه بار و چهار بار و ده بار کردنش جایز نیست. اما اگر رب اغفر لی گوید واجبیت تمام شد و اغفر لی وارحمنی وعافنی واجبرنی واهدنی وارزقنی، 7 کلمه هم گوید، این از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله است. اما باقی مانده کلمه هایی که زیادکی بعد از رب اغفر لی هست این مستحب است. ببینید یک قسم دعا رب اغفر لی گفتن یک بار گفتنش واجب است، دیگه کلمه های دعا گفتن این مستحب است، دوم بار گفتن هم این مستحب است. دلیل این روایتی که در سنن آمده است، در سنن ترمذی و غیره که و در مسند امام احمد ابن حنبل و غیره که پیامبر صلی الله علیه و آله هیچگاه همین دعای رب اغفر لی ترک نکرده اند. در بعضی حالات زیاد کرده اند و در بعضی حالات کم کرده اند. امام نووی در زیر شرح این حدیث میگن که بهترش و افضلش برای مسلمان همین است که همه این روایت هایی که اومده است جمع کرده و همه دعاهای بگوید. رب اغفر لی گوید واجبیتش از سرش می رود، و اغفر لی وارحمنی وعافنی واجبرنی وارزقنی واهدنی. 6 دیگر زیاد که میکنند رب اغفر لی که 7 دعا، این افضل و بهتر است میگه. یک بار اند همیشه گوید، دوم بار گفتنش هم مستحب است. من فکر میکنم به شما معلوم شد که یک بار گفتن رب اغفر لی واجب است و دیگر دعاهای 6 کلمه دیگر هم اضافه کردن این سنت است و حکمش مستحب است. دوم بار تکرار کردن رب اغفر لی و غیره این مستحب است. بارک الله فیکم و حیاکم الله و ایاکم. سوال دیگر این است که هر کسی که همین رب اغفر لی یک بار نگوید حکمش چیست؟ نمازش صحیح است یا نیست؟ البته باید سجده سهو بکند. بله سجده سهو بکند. و اما در مسئله این که برادر یعنی حجت این چیست؟ چرا واجب شد؟ چرا علما واجب گفتن؟ خیلی که گفتیم واجب بودن سببش این است که پیامبر صلی الله علیه و آله مواظب بودند و هیچگاه ترک نکردند. از همین جهت واجب شد. اما خوندن نماز تهجد، بله پیامبر صلی الله علیه و آله نماز تهجد همیشه میخوندند و پیامبر صلی الله علیه و آله صحابه بگفتند که یعنی بعضا به من اقتدا، یعنی مثل به صحابگان برآمدن نماز نخونند. در بعضی حالات ترسیدم که گفتند به شما فرض میشد. نماز تهجد به پیامبر صلی الله علیه و آله البته واجب بود. بگویم یا فرض، واجب برش یک کلمه است، ها یک معنی است، واجب بود. اما حکم رسول الله به امتشون بیان کردن که برای امتشون این سنت است. خود رسول الله گفتن که برای شما واجب نیست، برای شما این سنت است. بارک الله فیکم. از همین جهت همچنین مسئله رو باید فرقش و جهتش همیشه بینیم برادر عزیزم. بارک الله فیکم.